امام زمان قیاس ماست، فریادرس ماست در دو چیز: یک در گناهکاری، دو در گرفتاری. تا دم آخر مرگ این نفس با ما گلاویزه که یه جایی ما رو بزنه زمین. یک زمانی با شهوت، یک زمانی با حب ریاست، یک زمانی با ثروت، بالاخره درگیر. گناهی که کردم یا یک نعمتی ازم گرفته میشه، یک بلایی برایم نازل میشه، بالاخره یه چوبی داره. چیکار بکنم؟ حالا گناهی هم بوده کردم، باید پناه ببرم از عذاب خدا. به کی؟ به صاحب الزمان. تا خوردی زمین، تا گناهی کردی، فوری بگو یا صاحب الزمان من غلط کردم، شما از خدا بخواهید که مرا بیامرزد. یا ابانا استغفر لنا انا کنا خاطئین. بچه‌های یعقوب آمدن گفتن بابا ما بد کردیم، ما گناهکاریم، تو برای ما استغفار کن. یعقوب هم گفت باشه استغفار میکنم، سوف استغفر لک. تو هم به صاحب الزمان بگو یا ابانا بابای ما شمایی. دوم پناه ماست در گرفتاری. در گرفتاری‌های شخصی بگو یا صاحب الزمان، در گرفتاری‌های خانوادگی بگو یا صاحب الزمان، در گرفتاری‌های مالی اقتصادی بگو یا صاحب الزمان، در گرفتاری‌های میهن و مملکت و امنیت باید بگوییم یا صاحب الزمان. والله بالله بالقرآن العظیم بالقرآن الکریم. به خون گلوی امام حسین میشنود و جواب میدهد، به مادرش زهرا میشنود. کسی که پدر خودش رو نشناسه تو سری میخوره. ما باید پدرمون رو بشناسیم، استغاثه کنیم به او که به ما نگاهی بکند، که او کسی است که خاک راه را به نظر کیمیا کند، صد درد را به گوشه چشمی دوا کند. او امشب دست به دعا بردارد و بگوید یا حازم الاحزاب، به حق دل سوخته رباب، بلا را از این مملکت برگردان. بلا برمیگرده.